سلام، اخبار امروز پنجشنبه 29 ایون را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می‌کنیم. امروز در برنامه وکیلان مردمی ولایت ختلان موافقت کردند که نام شهری قرغان تپه به باختر تغییر داده شود. نام ناحیه باختر کوشانیان خواهد شد. در امریکا مقررات نوی امنیتی به راه مانده شد که هدف آن جلوگیری از هر گونه عملیات تروریستی نامیده شده است. امروز من اعلان میکنم که اولین قدم را در تطبیق تقاضاهای نوی امنیتی برای تمام هواپیماهای تجارتی از خارج به امریکا وارد شونده را اجرا کردیم. گروهی از مردم در جنوب تاجیکستان هنوز هم رنج بیماری را میکشند که در سالهای اول جنگ داخلی به آن گرفتار شدند. کدام مادرم گذشتگی فرزندش به یاد میاره و اما گشنگی و چندونم به تیو یک شب و چندونم میگم هم دوره دنو نداشتیم. تفصیل خبرها. وکیلان مردمی در ولایت ختلان پیشنهاد برای تغییر نام قرغان تپه را قبول کردند و گفتند طرفدار آن هستند که مرکز سیرحالی ترین ولایت تاجیکستان باختر نام بگیرد. قرار در این باره روز 29 ایون در نشست مجلس ولایت ختلان قبول شده است. بر اساس این قرار ناحیه باختر کوشانیان نام میگیرد و شهر سربند تا چند وقت دیگر لیوکند خواهد شد. مقامات تاجیکستان میگویند هدف از تغییر نام ناحیه، شهر و روستاها احیای نامهای باستانی و ملی است، اما منتقدان میگویند بهتر است حکومت تمرکز سر بهتر کردن نیک و احوالی مردم شهر و ناحیه ها بکند، نه تغییر نام آنها. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت که سیل در ناحیه اشت اولی همین هفته چند انشاءات خرد را خراب کرد. در ویدیویی که از روستای پونوک محل حادثه فرستادند دیده می شود که چگونه سیل در یک آن رودخانه روستا را پر می کند و تا به سطح خانه ها می رسد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت حادثه روز 24 ایون به وقوع پیوست و کسی در این فلاکت آسیب ندیده است، اما روز 26 ایون سیل در روستای اماندره در پنجکند و ده ها خانه آسیب رساند و کشتزارهای وسیع مردم را زیر لایو گل کرد. رو میاریم به موضوعهای بین المللی. در امریکا مقررات نوی امنیتی به اجرا درآمد که به گفته مقامات هدف آن تامین امنیت پروازها و جلوگیری از هر گونه عملیات تروریستی است. مقررات نو که از قبل اعلان شد مسافران و شرکت‌های هواپیمایی را نگران کرده بود، چون گفته میشد ممکن است به مسافران اجازه ندهند که با خود در هواپیما نوتبوک داشته باشند و این زمان فرمان بحث برانگیز رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه حکم اجرا گرفت که این فرمان اجازه نمیدهد شهروندان چند کشور مسلمانشین تا 90 روز دیگر وارد امریکا شوند. گزارشی که حالا میبینیم در همین باره است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا چهارچوب نوی تفتیش هواپیماهای خارجی هنگام ورود آنها به این کشور را اعلان کرد و گفت که مسافران می توانند لپتاپ و جهات دیگری الکترونی را با خود به داخل هواپیما بگیرند. وزیر امنیت داخلی آمریکا جان کلی میگوید نهاد زیر رهبری او باید از حساب توسعه چاره‌های مربوط به امنیت پروازها نظم و ثبات را تحکیم بخشد و امکان حمله‌های تروریستی را کاهش دهد. امروز من اعلان میکنم که اولین قدم را در تطبیق تقاضاهای نوی امنیتی برای تمام هواپیماهای تجارتی از خارج به امریکا وارد شونده را اجرا کردیم. این چاره‌ها گاه آشکارا و گاه ناعیان مرحله به مرحله تطبیق می‌شوند. خبرگزاری رویترز میگوید که شرکت‌های هوایی خوشحال شدند که ورود لپتاپ به داخل هواپیماهای عازم امریکا منع نشد. به نظر شرکت‌ها این اقدام امکان داشت از سفر مسافران زیاد به ایالات متحده جلوگیری کند. همچنین سر از روز پنجشنبه دستور نوی مأموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای دریافت روادید سفر به آمریکا برای شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان نشین به اجرا می درآید. این چاره‌ها بعد پشتیبانی فرمان پرزیدنت آمریکا در دادگاه عالی این کشور جاری شد. داوطلبان دریافت ویزا و مهاجرت به ایالات متحده از میان شهروندان ایران، سوریه، لیبیا، سودان، یمن و سومالی باید ثابت کنند که خویشاوندان نزدیکی آنها یعنی والدین، همسر،
فرزند، داماد، کلین و یا برادرشان در امریکا به سر میبرد. در این سند تأکید شده است که بابا کلان و ماما کلان، عمک و تقا، جیان، باجه و خویش و تبار باقی مانده به حلقه خویشاوندان نزدیک شامل نمی شوند. در طول 90 روزی که منع ورود پای بر جا خواهد بود، مقامات امریکا شرایط نوی تقدیم روادید سفر و حق مهاجرت به امریکا را تشخیص خواهند کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. هیئت تحریریه نشریه ملت که یک ماه باز نشر نمی شود میگویند قصد دارند دیگر باره نشر این هفته‌نامه سیاسی اجتماعی را به راه مانند. عدالت میرزا مؤسس ملت روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت ممکن است روزنامه ماهای نزدیک با دیگر شکل برگردد. مردان محمد همکار ما در صحبت با عدالت میرزا اول درباره بازماندن نشر ملت پرسید. در یک ماه اخیر در فروشگاه‌ها نشریه ملت که یکی از نشریه‌های خیلی پرخواننده تاجیکستان بود در فروشگاه‌ها دیده نمی‌شود. متوقف شدن فعالیت نشریه ملت دلیلش چی است؟ اگر بگیم که متوقف شد اشتباه خواهد بود، چون ما برای یک مدت کوتاه تعطیل تابستانه برآمدیم. میخواهیم که با یک دیدگاه تازه، با یک شکل تازه دوباره در فضای مطبوعات نمو کنیم، چون که همون اودیتوریایی که امروز در تاجیکستان هست ذوق توجهش تغییر کرده است. برای همین در شکل کهنه باقی موندن مطبوعات دیگر در تاجیکستان به نظر من فکر میکنم که چندان کار درست نیست، چون که امروز اکثریت قشر تحصیل کرده تاجیکستان به خصوص مردانی تحصیل کرده، مردان سنی که 20 تا 40 ساله 45 ساله که اساساً نیروی جوانتر هستند و خواننده اصلی نشریه ها اونا هستند، برای مثلا مدت های دراز در کشور نیستند و برای همین خوانندگان مطبوعات امروز ثابت نیستند. و صحبت کامل با عدالت میرزا در وبسایت azadi.org به زودی نشر می شود. اون روزه هیچ که فراموش کرده نمیتونم. بچه ما کشتن، شما کشتن، اکا کشتن، بچه اکا کشتن، سو فراموشیه. با گذشت 20 سال از خاتمه جنگ داخلی تاجیکستان، گروهی از مردم در جنوب کشور رنج بیماری را میکشند که در سالهای اول جنگ داخلی با آن گرفتار شدند. سبب بیماری هم قحطی بود که جنگ 5 ساله داخلی تاجیکستان با خود آورد. مومن احمدی در این باره گزارش می‌دهد. این خانه 25 سال پیش بعد مصیبت به صاحب ماند. خویشاوندان صاحب خانه برای آن ویرانش نکردند که یادگاری از عزیزان خود داشته باشند. اینا چند بودن خریدارش چند کس من ماشینم دو پولم دادن ندادن، تو که ای رحمتی اکا میست با میونه ولی برای می اگه اکا داشتم من مگه دیگه اشکا ندارم. تا سال 1993 در این خانه برادر عیسی موسی با 8 عضو عائله اش میزیست. در اوج زمان جنگ شهروندی به بیماری ورم جگر گرفتار شدند و به جز دختر خورده همه فوتیدند. موسی ایسایف و خانواده‌اش از جمله 6,500 ساکن ناحیه فرخار بودند که از استعمال گندم آمیخته با تخم یک رستنی زهرآلود شدند. بیماری ورم جگر حدود 500 نفر را کشت. در بیماری پدرم بود، دادرم بود، خواهرم بود. شفا نیافتم، بعد اون عجینه گذاشتن هستشون. سال 1992 با شروع جنگ شهروندی ولایت سابق کلاب در محاصره اقتصادی قرار گرفت. راه انتقال محصولات غذایی را از مرکز بستند. ذخیره مواد غذایی مردم زود تمام شد چون صدها نفر از وادی جنگ زده وخش به کلاب پناه بردند و نانشان را با پناهجویان تقسیم می‌کردند. در خونه ما
نوحیه بخش شهر قرغن‌تپه هم خواهرم دودرم با کودکاشون همشون اومدگی در خونه ما بودن. ذخیره گندم انبارهای منطقه تیرماهی آن سال به پایان رسید. مردم از ناچاری و نادانسته گندم آمیخته با تخم گیرتراب را استعمال کردند که برای انسان کشنده است. مردم اصلا سالهای پیش با دره و کارکرد گندم سر و کار نداشتند. ارد می‌خریده سال نمی‌بردند. از این ارد گندم در اویده گرفته مردم استفاده بود. البته آمیخته بود این گندم با تخم‌های رستنی‌های زهرناک و مانند گیرتراب گفتن یک علف است، رستنی است. بعد چند مدت مردم زیاده قریب اگر از 17 یکم بیمار از 17 اکتبر سال 1990 مراجعت کرد، پس آن آدم بسیاری بیماران بسیار مراجعت کردند. ساکنان نیم گرسنه بجز خوردن این گندم چاره‌ای نداشتند. زهر رستنی حالشان را بد میکرد، پیوسته دلشان به حضور میشد. سبب کاری جگر ویران شدن آب در درون شکم پیدا شدن میگیرد. شکم کمال شدن میگیرد و بیمار مراجعت میکند به خاطر که بیحال است و شکم بیمار روز تا روز کمال شدن شده است. مامگل سمدوه ساکنی دهه گلشن تا حال رنج استعمال گیرتراب را میکشد. خودش زنده ماند، فرزندش نه. یک بچه کم تولد 92 بود. نمی نیستده. برای مردمی که جبر جنگ و گرسنگی و استعمال تخمی رستنی خطرناک را کشیدند، یادآوری از آن روزها بسیار سخت است. کدام مادرم گذشتگی فرزندش به یاد میاره و امو گشنگی و چنونم به تیو یک شب و چنون میگم هم دوره دنو نداشتیم. خدا امو روزو دیگه. رهبران قرقیزستان خواستند روسیه در جنوب این کشور و در مرز با تاجیکستان یک پایگاه نظامی بسازد. در منطقه‌ای که گاه ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان با هم جنگ و جنجال کردند. روسیه که در قرقیزستان و هم در تاجیکستان پایگاه نظامی بزرگ دارد هنوز در این باره چیزی نگفته است. کیومرسیتا گزارش می‌دهد. پایگاه روسی کند بارها وسیله برای معامله و تجارت بین روسیه و قرقیزستان شده است. گاه مقامات بیشکک گفتند که نیروهای خارجی را از کشور جواب می‌دهند. گاه برعکس خواستند که حضور نیروهای روسیه در کشور تقویت یابد. این دفعه به گفته المازبک اتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان، روسیه می‌خواهد به پایگاه کند در نزدیکی بیشکک اسلحه و مهمات نو بیارد. اتنبایف میگوید که چند پیش درخواست برای وسیع‌تر کردن کند را رد نمود و مقامات روسیه را ناراحت کرد. وقتی مقامات روسیه خواستند پایگاه نظامی کند را وسیع کنند، ما قاطعانه رد کردیم. عین زمان اگر روسیه می‌خواهد تکنیکای نظامی در کند را نوسازی کند، ما مخالف نیستیم. من گفتم اگر آنها واقعا غم امنیت قرقیزستان را می‌خورند، چرا باید کند را وسیع کنند؟ اما کم کردن تعداد سربازان روسیه در پایگاه کند در نظر نبوده است و برعکس المازبک اتنبایف به مسکو پیشنهاد کرده است که در جنوب قرقیزستان یک پایگاه نو بسازد. مقامات بیشکک گفتند حاضرند زمین را رایگان در اختیار روسیه بگذارند. به گفته کارشناسان قرقیز، این پایگاه برای تأمین امنیت کشور ضرور می شود. آینده نزدیک عملیات در موصل در عراق و سوریه به ضد گروه دولت اسلامی به پایان می رسد. بدون شک تروریستان بین المللی به آسیای مرکزی رو می آورند. در صورت به موافقه رسیدن، بخش پایگاه روسیه در آش یا بادکند می تواند برای عملیات آماده شود. به گفته المازبک اتنبایف، حالا روسیه سر پیشنهاد او فکر میکند و معلوم هم نیست پیشنهاد را میپذیرد یا نه. تاکان ممتو فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی قرقیزستان میگوید که آنها 10 سال قبل به روسیه پیشنهاد کردند تا در جنوب این کشور پایگاه بسازد، اما طرح روی کاغذ ماند. مسئله تأسیس هر گونه پایگاه روسی در جنوب قرقیزستان بر دوش رئیس جمهوری آینده می افتد، چون تیر ماه امسال مهلت ریاست جمهوری المازبک اتنبایف به پایان می رسد. و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید. خدا نگهبان.